انت نه نمو. استاد یک بار دیگه تکرار میکنیم؟ نه مثلا کاظمی بله آقا. میدونی لا عربی چی میشه؟ نه آقا. آفرین درست. چی نخوندی؟ آقا با خود امتحان ریاضی داشته آقا. پیش زنگ ریاضی دارم پشت در بودم شیرین با معلم ریاضی دارم گفت امتحان عربی داشتیم. توی کلاس خط قرمز گچ چون در زبان عربی گ و چ و پ و ژ نداریم. خب حالا پژمان گچکاریان اسلامی بگو. آقا اجازه بزمان کچکاریان. رجلای من توجه کنن. تلک اولائک هؤلاء اولائک. کاظمی جان مسموک. آقا نو اسم آقا کی گفته آقا؟ یلا آقا فکر نکنم عربی چی میشه؟ لا تفکر. قال کاظمی. آقا اجازه به چی داری فوش میدی آقا؟ احمق بی سواد. قال یعنی کاظمی گفت. آقا چی گفت؟ در گوش من گفت. چی گفت؟ خودش به من گفت. چی گفت؟ من زن ارمین نمیشم. آقا اجازه عربی به چه دردمون میخوره آقا؟ تو از کریستیانو رونالدو بالاتری؟ نه آقا. هستیش. بره امتحان آخر ترمتون 10 نمره از ترجمه میارم. آقا اجازه پس ما فقط ترجمه میکنیم که قبول بشی. سیاره مورد علاقه چیه؟ آقا اجازه زحل. نه احمق سیاره مورد علاقه نظر. آقا زحل دیگه. خاک بر سر بی سواد نظر ماشین مورد علاقه چیه؟ آقا اجازه میشه یک دم برامون بخونید؟ ماروش کراش دارم خاطره باش دارم میگه ما را دوستم داره حتی کراش دارم. آقا اجازه میز شکسته آقا. دستگاهی شاورد خود باجوش کنید. کونی و حیاتی. بری چیات نه پنجره. آقا خودت گفتی یک کونی وسط حیاته. احمق کونی و حیاتی در عربی میشه هستی و زندگی من هستی. آقا اجازه برای میخوام من دستشویی چی باید بگم؟ باید بگی المیخواهم البروم الدورة المیاه. دقت کن دورة المیاه. آقا اجازه تکنولوژی برای چی میگه؟ اوه تکنولوژی اصلا عربی هست. میگه اجازه تکنولوژی. آقا اجازه کشتی برای چی میشه؟ سفینه. آقا و خود سفینه چی میشه؟ آقا اجازه ماه تولدتون چی آقا؟ من یک ربیع الاولیه شیطونم. کتاب عربی جمع کن آنا تریجت داره بزن مالا. آقا مگه مال ارفان نبود آقا؟ سشر بابا امروز اشکاریه. آقا اجازه این برگر باز یه نکته مهم توش نوشتین آقا. صوت سفینه